فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و سرنوشت همه حضور به نزد اوست. آیا نمی بینی که خداوند ابرهایی را به آرامی حرکت می دهد و به هم می رساند و توده‌ای ابر متراکم تشکیل می دهد؟ آنگاه باران را می بینی که از میان آن می بارد و نیز از آسمان و کوههای سر به فلک کشیده در آن تگرگی می فرستد تا بر هر کس صلاح بداند ببارد و از هر کس صلاح بداند باز دارد. حالان که روشنی برقش نزدیک است قدرت دیدش را از بین ببرد. خداوند شب و روز را به گردش در می آورد و در این عبرتی برای صاحب نظران است. این خداست که هر جنبنده ای را از آب آفرید و اکنون بعضی از آنها بر شکم خود می خزند